بریم برای سرگذشت فوتبال. اولین مسابقات در قرن 19 میلادی در انگلستان شروع شد. اما کسی نمیگه که قدمت فوتبال از کجا استارت خورد. قدمت فوتبال در اصل به چین باز میگردد که به تدریج در یونان و روم نیز رواج پیدا کرد. سال 1904 میلادی سازمان فیفا رقابت جام جهانی را ایجاد کرد. جالب اینجاست که ایده جام جهانی مردی به نام ژول ریمه ارائه داد که اهل کشور فرانسه است و اولین کشوری که قهرمان جام جهانی شد کشوری به نام اوروگوئه بود که بعد از قهرمان اولین میزبان مسابقه را از آن خود کرد. در اولین جام جهانی که به میزبان کشور اوروگوئه برگزار شد 13 تیم شرکت کردند که 7 تیم از آمریکا جنوبی و 4 تیم از اروپا و 2 تیم از آمریکا شمالی برگزار شد. اولین گل در جام جهانی مردی فرانسوی به نام لوسین لوران به ثمر رسید و پربازدیدترین جام جهانی فینالی بود که زیدان با ضربه سر به مارکو ماتراتزی زد و از بازی اخراج شد و ایتالیا قهرمان آن دوره شد. پس از رواج پیدا کردن فوتبال در انگلستان، کشور آرژانتین تنها کشور قاره آمریکا بود که مسابقات در آنجا گسترش یافت و اولین باشگاهی که به طور رسمی اعلام شد باشگاه شفیلد یونایتد بود که قدمتی 152 ساله دارد. جام قهرمانان اروپا توسط مردی به نام یورگ استادلمان جواهرساز اهل برن سوئیس طراحی شد که قیمت آن 10,000 فرانک بود، یعنی 99 میلیارد و 450 میلیون تومان است. فوتبال یکی از پردرآمدترین ورزش‌های جهان است. دیوید بکام، کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به ترتیب در رتبه زیر 10 ورزشکار پردرآمد هستند. یعنی قیمت‌ترین بازیکن فوتبال تاریخ نیمار است. باشگاه منچستر یونایتد با ارزشی معادل 2.24 میلیارد دلار ثروتمندترین باشگاه جهان است و بعد از شیاطین سرخ، کهکشانی‌ها و آبیاناری‌ها در رده دوم و سوم قرار دارد. و از همه جالبتر شرکت آدیداس یکی از پیشروهای اسپانسر در فوتبال است. در سال 2000 فیفا فهرستی از موفق‌ترین باشگاه‌های قرن 20 منتشر کرد. در این فهرست رئال مادرید در صدر قرار گرفت و باشگاه‌های یونایتد، مونیخ و بارسلونا در رده‌های بعدی قرار گرفتند. باشگاه فوتبال کورینتیانس برزیل نخستین باشگاه غیر اروپایی است. رئال مادرید با 15 قهرمانی پر افتخارترین تیم و کریستیانو رونالدو با 140 گل بهترین گلزن تاریخ این مسابقات است. نخستین لیگ قهرمانان اروپا با 16 تیم برگزار شد که با بازی 2 تیم اسپورتینگ و پارتیزان آغاز گردید و باز هم قهرمان این رقابت‌ها رئال مادرید بود و پربازی‌ترین فینال قهرمانان اروپا برمیگرده به سال 2013 بین تیم‌های بایر مونیخ و دورتموند بود. و جالب اینجاست اولین باشگاه آسیا که تأسیس شد استقلال تهران است که تا حالا 2 قهرمانی در آسیا را دارد. اولین توپ طلا مردی به نام استنلی ماتیوس که بازیکن باشگاه بلکپول بود است و رکورددار بیشترین توپ طلا در حال حاضر لیونل مسی با 8 تا این افتخار را از آن خود کرده. ماریان کلوزه با 16 گل بیشترین گلزن متوالی در 4 تورنمنت است. بهترین گلزنها در هر لیگ آلن شیرر در پرمیر لیگ با 260 گل رکورددار است. در اسپانیا لیونل مسی با 520 گل. در آلمان گرد مولر با 365 گل و در ایتالیا فرانچسکو توتی با 250 گل رکورددار هستند.